أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم اما بعد. خب، کتاب ریاض الصالحین حدیث 407. امام نووی در حدیث 407 میارد میگوید و عن ابی برزة نضلة بن عبید الاسلمی رضی الله عنه قال: از ابو برزه نضله ابن عبید اسلمی رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم: لا تزول قدم عبد یوم القیامة حتى يسأل عن عمره فيما افناه. لا تزول یعنی بر نمی دارد، نمی بردارد، قدم عبدین دو پایهای بنده، یعنی بنده دو پایهاش نمی بردارد، یعنی قدم نمی زند، اجازت قدم زنی ندارد در روز قیامت، یوم القیامت، در روز قیامت. چرا؟ حتی یسأل عن عمره فیما افناه، تا اینکه سوال کرده شود از عمرش، حتی یسأل، تا اینکه سوال کرده شود از عمرش، از حیات و زندگیش، فیما افناه، در چی چیزی گذرانده است زندگیش را. مثلا 30 سال، 50 سال، 70 سال، 100 سال زندگی کرده است، این عمر در چی صرف کرده است؟ اولا باید این سوال جواب بدهید، تا اگر که سوال جواب ندهی اجازت قدم گذاشتن دیگر ندارد بنده. این یکم سوال. دویم سوال: و عن علمه فیما فعل به، و سوال کرده می شود از بنده از علمش، از دانایشش، از معلوماتی که پیدا کردگی بود، فیما فعل به، چی کار کرد به اون علمی داشتهش، یعنی که با اون علمش چی کارها را انجام داد. مثلا وقتی که فهمید که نماز فرض است آیا خوان یا نه، وقتی فهمید رمضان واجب فرض است آیا روزه گرفت یا نه، وقتی فهمید این حرام است آیا خوش دور کرد یا نه، فهمید این کار خوب است و ثواب است آیا انجام داد یا نه. اینجا علم یعنی که فقط علم دانش علمی بگیم به یک ملکه، به یک جای رسیدن نه. علم هر چی که معلوماتی که پیدا کرد، هر چی که فهمید آیا با اون عمل کرد یا نه. فهمو؟ خب دیم درباره این سوالش میکند. و سیم سوال: و عن ماله من این اکتسبه، و سوال کرده می شود بنده رو از مالش، از دارایی و ثروتش. من این اکتسبه، از کجا این مال به دست آورد، یعنی سبب درآمدش چی بود، سبب رزق یافتنش چی بود، منبع درآمدش. الله تبارک و تعالی میپرسد که بنده منبع درآمد تو چی هست یا در دنیا چی بود. این یکم سوال از مال. و دویم سوال باز از مال پرسیده می شود: و فیما انفقه، و در کجاها انفاق کرد اون مال رو، در کجاها خرج کرد اون مال رو، یعنی که اون مالش در کجا داد، در کجا صرف کرد. الله سبحانه و تعالی پرسانش میکند یا پرسیده می شود بنده. تا اگر این سوال ها را جواب ندهد لا تزول قدم عبدین، یعنی اجازتی برداشتن قدم برای بنده وجود ندارد. این سوم سوال و چهارم سوال. و بعد از این آخرین سوالش که و عن جسمه فیما ابلاه، و از جسمش پرسیده می شود انسان را، یعنی از قوه و توانایی که قوه توانایی جسمی داشت از اون پرسیده می شود که فیما ابلاه، در کجا اون را پیر کرد، در کجا اون را بوایه رسانید، در کجا اون را خسته و بی قوتش کرد. فهمو؟ ابلاه یعنی پیر کردن. در کجا اون را پیر کرده است از این پرسیده می شود، یعنی جوانی در کجا صرف کردی از این پرسیده می شود. خب اگر کتاب بنده این سوال ها را جواب ندهد از برای اون بنده اجازت قدم زدن نیست. پس از هر یک چیز یک سوالی می شود. از مال دو سوال است که از کجا پیداش کردی و در کجا انفاقش کردی. رواه الترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده و قال حدیث حسن صحیح، و گفتگی است که حدیثی حسن و صحیح می باشد. خب بعد از این حدیث 408: و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت
قرأ رسول الله صلی الله علیه و سلم، خوان پیغمبر صلی الله علیه و سلم این آیت را: یومئذ تحدث اخبارها، در آن هنگام، یومئذ در آن هنگام در روز قیامت، تحدث اخبارها سخن میگوید زمین، تحدث سخن میگوید، کی سخن میگوید؟ زمین. زمین گبد میدراید، سخن میگوید درباره چی؟ اخبارها، خبرهایش را. یعنی هر چیزی که در بالای زمین اجرا می شود، گناه و معصیت و کار خوب و بد، هر چیزی که می شود، یکی از شاهدا کی است؟ همین زمین است. زمین شهادتی میدهد. تحدثو. خب اکنون پیغمبر میگوید ثم قال، بعد پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که اتدرون ما اخبارها، گفت آیا میدانید شما که ما اخبارها، یعنی خبرهای زمین چی است؟ درباره زمین چی کارا شدگی است و چی از خبر است و چی میگوید، زمین چی را میرساند، آیا میدانید؟ قالوا الله و رسوله اعلم، اصحاب گفتن که الله و رسولش داناتر است. قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت اکنون چی را میرساند از زمین؟ فان اخبارها، پس هر آینه میگه خبرهای زمین، اون خبری را که زمین میرساند، ان تشهد علی کل عبدین، گواهی میدهد، شهادتی میدهد، علی کل عبدین، بر هر یک مرد، او امتین یا زن. عبد یعنی بنده نرینه و امه بنده مادینه، یعنی مرد و زنش میگیم. گواهی میدهد بر هر یک مرد و زن، بما عمل علی ظهرها، گواهی به چی میدهد؟ گواهی به آن چیزی که انجام دادگی است در بالای زمین. هر کاری را که بنده انجام دادگی است در بالای زمین، زمین شهادتی میداده است. تقولو، زمین میگفته است، عملت کذا و کذا فی یوم کذا و کذا، میگفته است که انجام داد فلان فلان کار را در فلان فلان روز و لحظه. فهمو؟ یعنی همه کار میگفته است، هم لحظهش میگفته است که هم موقع و جاش که در فلان جا فلان کار انجام داد، در فلان روز و در فلان لحظه. پیغمبر بعد در آخر گفت که فهذه اخبارها، پس گفت انا همین از خبرهای زمین، یعنی زمین انا همین چیزا میرساند که بنده در بالاش هر کاری را که انجام داد بر اون شاهد می شود و گواه می شود و گواهی می دهد. غیر از این هم یعنی که اعضای بدن انسان گواهی می دهد، لیکن شاهدا و گواه ها در روز قیامت خیلی زیاد هستند، از زمین و از بدن و از موی سر و از جلد و از دست و پا و چشم و همه چیز دیگر. فقط زبان بند میکنن، تمامی بدن انسان شاهد است. رواه الترمذی، این حدیث امام ترمذی روایت کردگی است و قال حدیث حسن صحیح، و گفتگی است که حدیث حسن و صحیح می باشد. بعد از این حدیث 409: و عن ابی سعد الخدری رضی الله عنه قال، و از ابو سعد خدری رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابو سعید خدری میگوید که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که کیف انعم و صاحب القرن قد التقم القرن. کیف انعم، پیغمبر گفت که چی طور من خرسندی بکنم، انعم یعنی که استفاده برم از نعمت ها با شادی و یا کیف و صفا و راحت بکنم، چطور من کیف و صفا و راحت بکنم یا چطور من شادی و خرسندی بکنم. و صاحب القرنی، و در حالی که وای حالی است، و در حالی که صاحب قرن یعنی ملائکه که سورده می دماند، صاحب قرن قد التقم القرن، واقعا گرفته است، یعنی که قد التقم یعنی به دهنش گذاشتگی است، التقام یعنی به دهن گذاشتن، به دهنش گذاشتگی است قرن را، یعنی سور را، سوری که می دماند همون را اون ملائکه میدماندگی به دستش گرفته است. پیغمبر میگه من چی طور کیف و صفا و راحت و شادی بکنم. واستمع، اون ملائکه چیکار میکند؟ واستمع الاذن متى یؤمر بالنفخ فینفخو. واستمع الاذن یعنی منتظری اجازت است. واستمع الاذن یعنی منتظر است
ایزن را یعنی اجازت را که اجازت داده شود متا یؤمر کی امر کرده می شود کی فرمان داده می شود به نفخی برای دمانیدن سور تا اینکه سور بدماند فینفخ پس می دماند در اون سور یعنی انتظار است که کی اجازتش میتیان کی امرش میکنند که شروع بکن دماندن سور را پیغمبر میگه حالت این طور است من چی طور شادی و راحت و استراحت بکنم اکنون میگوید راوی حدیث میگوید ابو سعید خدری میگوید فکأن ذلك ثقل على اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال لهم فکأن پس گویا اینکه پس مثل اینکه ذالک همین کار همین خبری گفتگی پیغمبر که ملائکه دمنده سور در دهنش سور گرفته است و تیار است ثقل علی اصحاب رسول الله یعنی دشواری و سنگینی و وزمینی کرد بر اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقال لهم پس پیغمبر گفت برای اصحابش گفت یعنی که دید که اصحابش خسته حال شدن یا که بسیار غمگین شدن پیغمبر برایشان گفت که قولوا بگویید شما حسبنا الله و نعم الوکیل یعنی بگویید که کفایت میکند ما را الله و نعم الوکیل و چی نیکو و خوب کارساز است الله تبارک و تعالی و نعمه یعنی که خوب و نیکو و کارساز است الوکیل است الله تبارک و تعالی رواه الترمذی این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و قال حدیث حسن و امام ترمذی گفته است حدیثی حسن است بعد از این القرن میگه قرن اصلا ترجمه شاخ میگه هو السور الذي قال الله تعالی اون شاخ میگه همون سوری است که الله سبحانه و تعالی میگه انفخ فی السور و دمانیده میشود در سور کذا فسره رسول الله صلی الله علیه و سلم همین طور پیغمبر صلی الله علیه و سلم تفسیرش کرده است یعنی سور را با قرن پیغمبر تفسیر کرده است یعنی قرن سور هر چیز همون چیزی که دمانده میشود در اون دمانده میشود و روح ها همه جان ها همه گرفته می شود خب بعد از این حدیث 410 و عن ابی هریره رضی الله عنه قال از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم من خاف ادلج و من ادلج بلغ المنزل ماشاءالله پیغمبر میگه من خاف یعنی هر کسی که بی‌ترسه هر کسی که ترس دارد ادلجه پس اون انسان در اول شب سفر میکند اما ادلجه یدلج ادلاج به معنای در اول شب سفر کردن هست یعنی هر کسی که میترسد در اول شب سفر میکند و من ادلجه و هر کسی که در اول شب سفر کرد بلغ المنزل به مقصدش میرسد به جایگاهش میرسد مقصد چی است یعنی که ترس الله هر کسی که از الله میترسد پس به گفته های الله عمل میکند اطاعت میکند و الله را عبادت میکند مقصد این هست اما مثال زد پیغمبر صلی الله علیه و هر کسی که میترسد ادلجه یعنی که در اول شب سفر میکند و هر کسی که ادلجه در اول شب سفر کرد بلغ المنزل به مقصدش میرسد الا این سلعت الله غالیه پیغمبر میگه آگاه باشید هر آینه سلعه الله غالی است بسیار گران و قیمت بهاست سلعه یعنی چی سلعه یعنی که متاعی که فروش ده میگذاریش پس هر آینه متاعی را که الله در فروش گذاشتگی است بسیار قیمت است بسیار گران و بی‌بها است الا این سلعت الله الجنه آگاه باش هر آینه همون مال را همون چیزی را که الله تبارک و تعالی در فروش گذاشتگی است اون جنت است اون جنت است که الله تبارک و تعالی برای بنده میدهد در عوضش جان بنده و حیات بنده را طلب میکند یعنی تجارت است رواه الترمذی این حدیث امام ترمذی روایت کرده و قال حدیث حسن و گفته است که حدیثی حسن است خب بعد از این حدیث 411
و عن عایشه رضی الله عنها قالت، از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که میگوید یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا. یعنی چی؟ یعنی یحشر الناس، زنده گردانده می شود مردم، یوم القیامتی، در روز قیامت، حفاتا، اون مردم پایلیچ هستند، دیگه در پایشون هیچی ندارد، پایلیچ هستند، عراتا، لیچ هستند، بدنهاشون در یگان چیزی نیست، لیچ مادرزاد هستند، غرلا، ختنه نشده هستند. یعنی که وقتی که انسان میخیزد در روز قیامت این صفت ها را دارد که پای لیچ، تنه لیچ و ختنه نشده هست. قلت یا رسول الله، میگه گفتم من ای رسول الله، نکی میگه حضرت عایشه میگه، حضرت عایشه میگفتم که ای رسول الله الرجال و النساء جمیعا، یعنی مردها و زنها همه‌شون، یعنی مردها هم لیچ هستند و زنها هم لیچ هستند، ینظر بعضهم الی بعض، نگاه میکنند بعضشون به بعضشون، یعنی مرد و زن وقتی لیچ شد در اون هنگام دیگه که یکدیگر را نگاه میکنند. سوال کرد از پیغمبر صلی الله علیه وسلم. قال، پیغمبر صلی الله علیه وسلم جواب داد که یا عایشه تو الامر اشد من ان یهمهم ذلك، گفت ای عایشه الامر، یعنی حالت و وضعیت و اون حالتی که اونها قرار دارن، اشد و سختتر و دشوارتر و وزمینتر است، من ان یهمهم ذلك، از این که فکر و اندیشه بکنن درباره آن. درباره آن یعنی چه؟ درباره دیدن. یعنی که در اون روز دیگه روزی وزمینی است که دیگه انسان درباره دیدن زن لیچ یا زنها برای دیدن مردهای لیچ دیگر فکر نمیکنن، دیگر نمی اندیشن هم، فهمو؟ دیگر خیالشان دم نمی آید، یعنی که اون حالت دیگر حالتی است که هر یک انسان به خودش مشغول است، به حالت خودش مشغول است که عاقبتش چی می شود. پس انسان دیگر این طرف و اون طرفش نگاه نمی کند. و فی روایتین، در یک روایت دیگر آمدگی است، حضرت عایشه را سوالش ده پیغمبر چنین جواب داد که الامر اهم من ان ینظر بعضهم الی بعض، یعنی حالت، اون وضعیتی که اونها قرار دارند در روز قیامت، اون حالت اهم و یعنی مهمتر و ضروریتر است من ان ینظر بعضهم الی بعض، از اینه که یکدیگر رو نگاه بکنند، از اینه که اینش آنش را نگاه بکند، از این در اون حالت چون وزمینتر است، یعنی به حالت خودشون مشغول هستند، اون مهمتر است دیگه. اونجا این حالت نگاه کردن این چیزها نیست. متفق علیه، حدیث متفق علیه است. با همین این بابم با آخر رسید. باب چی بود؟ باب خوف، باب الخوف، باب خوف با آخر رسید. بعد از این باب الرجائی، در مسئله رجا هست. انشاءالله این باب رجا درسی آینده. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.